بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الان نزدیک 2 ساعت بنده ابن مالک هستم از ایران. بفرمایید دوست عزیز. بله راجع به همین کلیپی که از جناب حجت الاسلام آقای احمدی اصفهانی بله فرمودید راجع به مسئله امیر مؤمنان بله. و عیسی ابن مریم علیه السلام. بله در همین رابطه بنده حقیر مطالبی عرض بکنم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون. بعد خدمتتون عرض بکنم در کتاب الان از اهل سنت عرض بکنم این مطلب یا از دیدگاه شیعه هم نقل بکنم. شما اول بگید که چی رو میخواید مطرح بکنید؟ قضیه فضیلت ائمه رو بر انبیا؟ بله راجع به همین کلیپی که از جناب آقای احمدی اصفهانی پخش شد راجع به برتری امیر المؤمنین علی علیه السلام بر حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام. بفرمایید از هر جایی که میخواید نقل بکنید، هیچ مشکلی نیست. اول از دیدگاه خودمون که از شیعه اثنا عشری هستن نقل بکنم. بفرمایید در کدوم آیه کدوم سوره؟ بله این سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 57 هست. 57 در این رابطه. بله بله در کافی در اصول کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود سبب نزول این آیات آن بود که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب نشسته بودند. امیر المؤمنان وارد شد، رسول اکرم توجهی به او نمود و فرمود تو شبیه عیسی ابن مریم هستی. اگر نه آن بود که جماعتی از امت من قائل به الوهیت تو می شدند چنانچه مسیحیان درباره عیسی قائل شدند همانا فضیلت و بزرگی تو را بیان می کردم به طوری که از مکانی عبور نمی کردی مگر آن که خاک زیر پای تو را به عنوان تیمم و تبرک بر می داشتند. از این فرمایش بعضی از افراد در غضب شده به یکدیگر گفتند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر فضیلت و برتری علی علیه السلام را بیان نمود تا آنکه او را به عیسی ابن مریم تشبیه کرد. به خدا قسم آن بت‌هایی که ما در زمان جاهلیت می‌پرستیدیم از علی بهتر از جبرئیل نازل شد و آیات فوق را که عرض کردم فرود آورد. یعنی ای رسول ما چون تو علی را به عیسی ابن مریم مثل زدی قوم تو و منافقین از آن مثل به فریاد آمدند و بر آنها گران و سنگین آمد و به یکدیگر گفتند آیا بت‌های ما بهتر است یا علی که او را به عیسی مثل زده. این سخن را از روی مجادله و انکار گفتند. ایشان قومی اهل مجادله و لجاجت هستند. علی نیست مگر بنده خاص ما که او را به نعمت خلافت و ولایت برگزیده و مانند عیسی حجت برای بنی اسرائیل قرار دادیم و اگر میخواستیم به جای بنی هاشم در روی زمین فرشتگانی جانشین آنها قرار دادیم و همانا علی ابن ابی طالب علیه السلام نشانه قیامت است. در آن شک روا مدارید و امر و فرمان مرا درباره ولایت علی پیروی کنید چرا که علی راه راست و طریق مستقیم من است. مبادا ای پیغمبر. بس کافیه همینقدر، فکر کنم مطلب ادا شده باشه. شما از اینجا این روایات را هم خب یک لحظه اعظم علمای اهل سنت هم جناب انصاری نقل کردند. ابن عساکر در حدیث 747 و در ترجمه امیر المؤمنین از کتاب تاریخ دمشق جلد 2 صفحه 234 و همچنین کتاب‌های دیگر هم عرض بکنم از اهل سنت. کافیه امال جلد 15 صفحه 110 چاپ 2 البخاری در ترجمه ربیع ابن ناجد به شماره 966 از کتاب تاریخ الکبیر جلد 3 صفحه 281 نسائی به شماره 103 از کتاب کافیه. آقا ابن مبارک، آقا ابن مالک کافیه. شما مصادر رو ذکر کردید کافیه. اما در کجای این روایت حضرت علی برتر از عیسی علیه السلام هست؟ خب در اینجا مثال و تشبیهی راجع به عیسی پیغمبر بیان کردم. تشبیه اگر فضائل علی را می‌خواستم بیان بکنم. آقای ابن مالک ببینید تشبیه چیز دیگه است، فضیلت چیز دیگه است. مثلا من میگم که
مثلا پسر من شبیه مثلا فلان شخصیت معروف جهان اسلام هست، درسته. هیچ وقت پسر من افضلتر از این شخصیت نمیشه. درسته. من میگم پسر من اسمش عمره، بله. پسر من رفتارش مانند عمر ابن خطاب است. درسته. الان تقریبا الله حفظش بکنه 2 ساله هست، یعنی برخوردش تو خونه مانند برخورد سیدنا فاروق اعظم در بین مسلمان هاست. صراحتش، شجاعتش، برخوردش. آیا حضرت، یعنی با این حرفی که من زدم، پسر من فضیلتش بر عمر رضی الله تعالی عنه بالاتر است، برتر است؟ نیست. این یک شباهته. تو این روایت هم که شما ذکر کنید من اصلا بررسی سندی هم نمی کنم. در کجای این روایت گفته که علی علیه السلام برتر از عیسی علیه السلام است؟ عرض کنم خدمتتون خود لفظ آیه هم میگه که اولا این آیه میگه لما ضرب مثال هست، این در لحاظ مثال، اما از لحاظ افضلیت عرض میکنم خدمتتون روایتی از نه تو همین روایت یک لحظه ما ببینید برادر عزیز گرامی، ما روشمون تو این شبکه اینه که قدم به قدم میریم جلو. شما در این روایت افضلیت رو دلیل آوردید، کجا این روایت میگه که افضل تره؟ از این تموم بشیم اولا، بعد میریم رو روایت بعدی. خب این راجب عرض کردم راجب مثال، اما الان انداز افضلیت عرض کنم خدمتتون از خود قرآن. پس این روایت اولی که شما ذکر کردید افضلیت علی علیه السلام رو بر عیسی علیه السلام ثابت نمیکنه، درسته؟ خب این درست، این انداز مثال بود، لما ضرب مثال زد. خب آیه قرآن مثال زد، اما الان انداز قرآن آیه مباهله که بهترین سند از در سوره آل عمران و انفسنا و انفسکم که این نفس پیغمبر هست به منظور تالیت لوح رسول خداست، یعنی انداز خصائص، نه اندازی که چون امکان نداره که هر دو یک روح داشته باشند در دو جسد. منظور اینه که مشترکات و خصائص نفسانی غیر از نبوت خاصه، این که شیعه قائل است امیر مؤمنان علیه السلام از تمام انبیا غیر از رسول خدا افضل هست، به جهت نبوت عامه هست. الان چرا از منطق خودمون عرض کنم، تفسیر برهان علامه سید هاشم بهرانی جلد 4 صفحه 148 و تعبیل الآیات علامه سید شرف الدین جلد 2 صفحه 564 نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما پیامبران برادریم و من افضل پیامبرانم، خاتم الانبیا هستم. بله. و محبوب ترین برادران نزد من علی ابن ابی طالب علیه السلام است و اون نزد من از تمام پیامبران افضل و برتر است. پس هر که گمان برد پیامبران از علی که خلیفه من هست، برادر من هست، انفسنا و انفسکم هست، مباهله از علی افضل و برترم مرا از انبیا کوچکتر دانسته و هر کس مرا از انبیا کوچکتر شمارد نسبت به من کافر شده، زیرا من علی را برادر خود قرار دادم واجعل لی وزیرا من اهلی، به دلیل فضیلتی که در او سراغ داشتم و دستوری که پروردگارم داده بود. این علاوه منطق شیعه و روایاتی هم که عرض کردم. آقای ابن مالک قدم به قدم بریم جلو. شما این روایتی رو که ذکر کردید 100% در تضاد با آیات قرآن کریم است. ما باید یا این روایتی رو که شما ذکر کردید قبول بکنیم یا این مصدر این روایت رو اگر لطف بکنید بگید تفسیر صافی بود؟ تفسیر برهان علامه تفسیر برهان بهرانی که از علمای شیعه هست جلد 4. بله این آقای بهرانی این روایتی رو که ذکر کردن 100% مخالف با قرآن کریم است. شما قرآن کریم دارید تو خونتون؟ الان در دستتون هست؟ الان نظرم نیست اما خب بفرمایید. خب دوستان عزیز پس صفحه مانیتور من رو نشون بدن چون آقای ابن مالک هم بتونن ببینن. در اینجا سوره انعام آیه 83، ما از آیه 83 اگر شروع بکنیم در اینجا اسماء پیامبران ذکر شده و اهدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و آیه 85 و زکریا و یحیی و عیسی. اینجا خوب دقت بفرمایید و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. همه این پیامبرانی رو که ذکر شد اینا رو فضیلت دادیم بر جهانیان. در این جهانیان کیا هستن؟ بعد از انبیا همه
بعد از اینا همه الله سبحانه و تعالی اینا رو فضیلت داده. فضیلت انبیا از این آیه بیان میشه، فضیلت عیسی علیه السلام از این و سبحان الله که در اینجا لفظ عیسی ذکر شده در آیه 85 و در آیه 86 که میگه و کلا فضلنا علی العالمین، و همه اینا رو فضیلت دادیم بر همه جهانیان. پس این روایتی که شما ذکر کردید دقیقاً مخالف با آیات قرآن کریم است. الان یک آیه دیگر هم هست در قرآن. پس قبول کردید که این روایت هم باطل هست، بنابر چون در مقابل حق انسان باید، چون وقتی که حرف از قرآن اومد میگه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، الله سبحانه و تعالی این روایتی که شما ذکر کردید در تفسیر برهان تکذیب کرد. خب یه ادله دیگه هم حقیر دارم، اگر عنایت بفرمایید عرض کنم خدمتتون. بفرمایید. آیه 124 سوره بقره که راجع به همین مطلب هست. 124 هست که الان عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی. راجع به بحث هست، نه راجع به امامت تنها نیست. بله. عرض کنم خدمتتون علمای اهل سنت هم در این مطلب هست که رسول خدا فرمود من دعوت راجع به همین تفسیر این آیه که رسول خدا فرمود من دعوت پدرم ابراهیم خلیل هستم. اصحاب عرض کردن چطور ای رسول خدا؟ فرمود به ابراهیم از جانب خدا وحی رسید که من تو را برای مردم امام قرار دادم. ابراهیم فرح و خوشحالی را فرا گرفت، از پروردگار درخواست نمود که به ذریه منم منصب امامت عطا فرما. خطاب رسید که من عهدی که وفا نمی‌کنم به تو عطا ننمایم. عرض کرد خدایان آن چه عهدی است که وفا نمی‌کنی؟ فرمود عهد من امامت است و آن را به فرزندان ستمکارت تفیض نخواهم کرد. عرض کرد فرزندان ستمکار من کیستند؟ فرمود هر کس غیر از من به بت و یا چیزهای دیگری سجده کرده باشد هرگز او و یا ذریه او را امام مردم از جانب خودم قرار نمیدم. پیغمبر اکرم فرمود آن تقاضای ابراهیم منتهی شد به من و علی علیه السلام که هیچ یک از ما هرگز به صنمی و الهه‌ای و بتی سجده نکردیم. لذا خدا مرا به پیغمبری مبعوث و علی را امام و خلیفه و وصی و جانشین من قرار داد، چون من از تمام پیغمبران افضلم. طبق آیه عرض کردم انفسنا و انفسکم آیه مباهله، پس علی هم چون وصی و جانشین من هست از تمام پیغمبران افضل هست. و در روایات دیگر هم هست که خصائص انبیا در امیر المؤمنان اصلا جمع بوده. و عجیب این است که این روایت فوق را هم ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب جلد 1 صفحه عرض کنم خدمتون 629 چاپ لاهور از عبدالله ابن مسعود روایت کرده که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود من دعوت پدرم ابراهیم هستم. تا آخر روایت عیناً ذکر نمود که فرمود من و علی هرگز سجده برای غیر خدا نکردیم و خداوند مرا به پیغمبری و علی را به امامت و ولایت و وصایت برگزید. درست. تشکر میکنم از شما. ببینید برادر عزیز و گرامی، حضرت ابراهیم علیه السلام از بین پیامبران الهی به ابتلاهای عجیب و غریب مبتلا شد از جانب الله سبحانه و تعالی که آزمایشایی بود که شاید در میان انبیا کسی دیگری به این اندازه آزمایش نشد. اول اینکه در سن پیری الله سبحانه و تعالی به ایشون فرزندی عطا کرد. بعد این فرزند که جوان شد به سن رشد رسید، الله سبحانه و تعالی امر کرد که این فرزند تو ببر به قربانگاه سرش رو ببر، قربانی بکن. قبل از قضیه قربانی الله سبحانه و تعالی ترک هاجر و اسماعیل علیهم السلام رو در مکه مکرمه، در منطقه‌ای که اصلا در اونجا کشت و زراعت و کشاورزی و آبی وجود نداشت، در اونجا ترک کردن که این یک آزمایش و ابتلای بزرگی بود که خیلی کم از بنده ها میتونن از این ابتلاعات و آزمایش ها سربلند بیرون بیان. بعد قضیه افکندن در بین آتش، قضیه شکستن بت ها و خیلی از امتحاناتی که در مورد بقیه پیامبران یعنی کمتر این مسائل اتفاق افتاده. بعد از این که حضرت ابراهیم از بین همه این ابتلاحات سربلند بیرون آمد، الله سبحانه و تعالی ایشون رو پیشوا، امام یعنی پیشوای متقین قرار داد و این پیشوایی برای متقین همین است که یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبرانی که در بین بنی اسرائیل و در بین همه اینا از نسل کی هستن؟ از نسل ابراهیم علیه السلام هستن. پس دعای ابراهیم علیه السلام به عنوان این که ما به حضرت ابراهیم همیشه در دعا میگیم که ابوالانبیا،
چرا میگیم پدر انبیا؟ چون که از ذریه ابراهیم علیه السلام بیشترین تعداد پیامبران بودن، چه در بین بنی اسرائیل و در بین بقیه اقوام. پس این دعا برای پیشوایی و امامت این نبود که امامتی باشه به اون معنایی که شما در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ادعا میکنید. حالا بالفرض محال اگر بخوایم که این تعبیر شما و این تفسیر شما رو قبول بکنیم، ما در یک لحظه من سوره فرقان آیه 74 تعبیر جالبی در اینجا هست. بله در آیه 74 سوره بله در آیه 75 الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید والذین یقولون ربنا، و کسانی که میگویند پروردگارا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کسانی که میگویند که از ما و از فرزندان ما و زنان ما، از نسل ما کسانی را قرار بده که خنکی چشمهای ما باشند، باعث سعادت ما باشند و ما را برای متقین پیشوا و امام قرار بده. پس همه مردم دارن این دعا رو میکنن. پس همه مردم که فرزندان متقی و صالح الله سبحانه و تعالی بهشون عطا بکنه، پس اونم بیان ادعا بکنن که ما از طرف الله سبحانه و تعالی امام تعیین شدیم. بله خدمت رو عرض کنم، تو همین آیه که عرض کردم فأتمهن، من مطلب شما رو گرفتم که و از ابتلا خدا او را مبتلا کرد به امتحاناتی، اما از دیدگاه شیعه هم اگر اشکال نداره عرض بکنم. نه، از دیدگاه شیعه لازم نیست، چون که از دیدگاه شیعه برای ما حجت نیست. شما این دو روایتی که قبل از این ذکر کردید اردوش مخالف قرآن بود و اینم مخالف قرآنه. در اینجا الله سبحانه و تعالی آیه شما آیه 72 رو اگر به مانیتور نگاه بکنید، دوستان عزیز در اتاق فرمان نشون بدید، این صفت کسانی که اونا دعا میکنن که اونا رو برای متقین امام قرار بده چی است؟ و من تاب و عمل صالحا، کسی که توبه بکنه و عمل صالح انجام بده. پیامبران که معصوم هستن، نیازی به توبه کردن ندارن. فانه یتوب الی الله متابا والذین لا یشهدون الزور، و کسانی که شهادت دروغین نمیدن. مگه پیامبران شهادت زور میدادن؟ شهادت دروغین میدادن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، و وقتی که از کنار مثلا لهو و لعب و گناه ها بگذرن چشم خود را میبندن و میگذرن. والذین اذا لم یخروا علیها و عمیانا، کسانی که در مقابل آیات الله سبحانه و تعالی وقتی که ذکر میشه چشم بسته و گوش بسته نمیگذرن. این آیات رو اونا تاثیر میکنه. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. از کنم در راجع به همین مسئله، الان البته راجع به سوره بقره هنوز من حرف داشتم راجع به خود جزئیات لفظی آیه، اما خب این مطلب هم عرض کنم خدمتون. از شواهد و تنزیل حسکانی که از اکابر اهل سنت هست و مفسر جلد 1 الو بله صفحه 539 از قول امام پنجم امام باقر محمد بن علی علیه السلام فرمود منظور از والذین یقولون، کسانی که میگن خدایا به ما ازواجی مرحمت کن و ذریاتی که مایه چشم روشنی ماشن و اونا را قرار بده برای متقین امام، فرمود یعنی هدایت شوندگانی توسط ما هدایت میشوند و این مخصوص آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است. اون به حساباً عرض کنم خدمتتون راجع به همون آیه قبل که عرض کردم و ابتلا یک به حساباً ظرافت ها و لطایفی دارد در همان سوره بقره آیه 124 به کلمات، این کلمات که امام صادق فرمود منظور از کلمات که در سوره بقره هم هست که بعض اکثر اکابر و مفسرین اهل سنت میگویند آن فتلقی آدم من ربی کلمات خمسه طیبه بوده که خداوند به وسیله آن خمسه. این اکثر مفسرین شیعه میگن، اکثر مفسرین اهل سنت نمیگن. اینو اصلاح بفرمایید. الان راجع به اون بحث نداریم، اما خب باز میرسد به این مطلب که میفرماید اللهم اسالک به حق محمد و علی و فاطمه تا آخر، خدای تو را به حق محمد و علی قسم میدم که تو. بعد میفرماید و فضل ابن عمر که راوی خبر از گفت حضورش عرض کردم ای پسر رسول خدا، مراد از فاتمهن چیز؟ آن حضرت فرمود یعنی آن کلمات را تمام نمود، نام اعمه را یکی یکی برشمرد تا حضرت حجت قائم منتظر که نامین فرزند از امام حسین علیه السلام است میگوید باز حضورش عرض کردم جمله جعلناها کلمتن باقیتن فی عقبه که در سوره زخرف است یعنی چه؟ فرمود امامت را در ذریه و نسل حسین علیه السلام تا روز قیامت مستقر می‌داریم. گفتم چرا امامت فقط منحصر به اعقاب
و ذریه امام حسین حذف فرمود و چرا از ذریه امام حسن نشد حال که هر دو از فرزندان رسول خدا بودن؟ الو بله بله صدای شما داره پخش میشه. و هارون هم هر دو برادر بودن و پیغمبر بودن، ولی خداوند از صلب هارون انبیایی قرار داد و از اولاد موسی پیغمبری مبعوث نشد و البته بله. شایسته و جایز نیست که علت را تحقیق آقای ابن مالک از ذریه یکی خداوند پیغمبری قرار داد. آقای ابن مالک برادر گرامی اگر لطف بفرمایید مختصر صحبت بکنید. شما فقط همین که روایت رو ذکر میکنید و سندش رو بگید کافی است، یعنی به تفصیل ما وقت بقیه بینندگان رو هم نگیریم. همین درس کردم در کتاب خصال شیخ صدوق. بله این مصادر شما برای ما حجت نیست، چون همه اینا مخالف قرآن کریم است. شما الان که فرمودید که اینا مخصوص این آیه مخصوص آل محمد است، خب این یک تضاد تناقض با قرآن کریم داره. من این آیاتی رو که در خدمت شما بیان کردم، الله سبحانه و تعالی میگه که والذین لا یشهدون، کسانی که، یعنی چی؟ نمی گفت که و من اهل بیت محمد الذین لا یشهدون الزور. خب میتونست اینطوری بگه که ما امروز من سنی امروز در گمراهی به قول شما نیفتم، نیام اینجا بگم که والذین که اینجا الله سبحانه و تعالی ذکر کرده منظور منم هستم، فرزندان منم هست، همسر من هم هست، شما هستید، همه بینندگان ما هستن. خب ده خاطرم جمع میشد که بابا این آیه که مخصوص اهل بیت پیامبر به ما اصلا ربطی نداره، چشممون رو می‌بستیم هر کاری دلمون می‌خواست انجام میدادیم. الان من این مطلبی عرض بکنم که بسیارم من خواهش میکنم مطلب آخر باشه چون وقت کافی به شما داریم. بعد این سوالی هم داشتم ازتون آقای انصاری، این تکرار برنامه ان کی بخش میشه ما بتونیم ازش کپی هم بگیریم؟ روز شنبه انشالله ساعت 2:30 به وقت تهران بعد از ظهر. شنبه که بیاد انشالله. بله ساعت 14:30 به وقت تهران. بله خدمتتون باشه. من این مطلب رو جمع جور کنم که دیگه وقت گرفته نشه. اما خب به طور کلی قرآن هم میگه که راجع به مسئله امامت، امام دو جوره، ائمتا یدعون الی النار در سوره قصص میفرماد، بله. ائمتا یهدون به امرنا، یعنی در اصل در سوره همان اسراء آیه 71 هم میگوید یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت روزی است که هر قومی را و هر گروهی را کل اناس، یعنی طبعا جمع برده دیگه مفرد نیست، بله. کل اناس به امامهم، یعنی هر کسی در دنیا امامی دارد. حالا جا این امام معصوم باشد از جانب خدا باشد به عقیده ما شیعیان، بله. یا امام به صورت شورا باشد یا به صورت عرض کنم امام ممکنه خود شخص امام باشه بر خودش، هوای نفسش رو امام قرار بده. قرآن حتی میگوید خدا و الهه قرار میده. پس این مطلب این قاعده ای هست که به طور طبیعی هر کسی یک رهبری را میپذیرد، حالا چه اون رهبر من عند الله باشد از جانب خدا باشد یا اینکه از سوی مردم منتخب شده باشد، طبق این آیه مافی آیه 71 که سوره اسراء یوم ندعو کل اناس به امامهم. اما در سوره رعد هم میفرماید آیه 7 لکل قوم هاد، و عرض کنم خدمتتون در سوره فتح هم در آیه 26 میفرماید و الزمهم کلمت التقوا و کانوا احق بها و اهلا، که باز این کلمه هم منظور آیات تنها نیست، میگه که خود کلمه هم عیسی ابن مریم ما ازش اشاره کردیم که کلمت الله بود و ما عقیدمون این است که کلمت الله اهل بیت بودند و اجعلها کلمتا باقیه فی عقبه. و اینها این مطالب زیاد هست که انشاءالله در فرصت آینده ما مجددا با آرامش خاطر و همینطور که الان با کمال متانت و ادب و احترام با هم صحبت کردیم انشالله با نتیجه‌ای برسیم و انشالله بتونیم دیدگاهامون بررسی بشه انشالله. من فقط یک سوال از شما بکنم، شما این همه سوال از من پرسید، اجازه میدید؟ بله بفرمایید. به نظر شما مسئله امامت یک منصب الهی هست یا یک منصب سیاسی هست یا که هم الهی است هم سیاسی است؟ عرض کنم خدمتتون ما یک زیارت جامعه کبیره ای داریم، یک لفظی در این زیارت است میگه وساست العباد، شما بندگانی هستین که سیاستمدار از جانب خدا بود، سیاست داشتین، کیاست داشتین و عرض کنم امامت هم از منصب الهی هست و هم چون آمده که اقامه عدل بکند، سیاسی هم هست، جدای سیاست نیست. درست. به مناسبت اینکه زیارت جامعه کبیره رو ذکر کردید، میشه همین دو جمله آخر زیارت کبیره رو بخونید برادر گرامی؟ الان متاسفانه آقای انصاری مفاتی در نزد اخیر نیست که از روش بخونه، حالا ان شاءالله در فرصت‌های آینده
به این مطالب میرسیم که این لفظ به کار برده شد. خب یکی از در سوره الحدید هم اواخر این سوره میفرماید که ما میزان و قرآن رو نازل کردیم برای اقامه عدل. خب یکی از حقوق امام از جانب خدا اقامه عدل هست. درست. و اقامه عدل بدون حکومت نمیشه. خب دیگه بتونه احکام الهی رو پیاده بکنه، بتونه درست. احکام باطل رو تشکر میکنم. تبیین بکنه. تشکر میکنم برادر عزیز و گرامی و من همچنین تشکر میکنم از اخلاق شما و از برخورد خوبتون. حالا ما بتونیم مناظره روش نمیذاریم، اون مباحثه گفتگوی دوستانه. بله دوستانه باشه. درست. اما یه خواهشی از جناب عالی داشتم که انشالله سعی بکنید اگر یه وقت عالم شیعه یا مطالبتون بسابن مطالب شیعه با افکار شما تضاد داشت، فقط نقل قول بکنین بسابن از اون کلمات بسابن آخوند قزوینی دروغگو و بسابن کذاب، این مطالب گفته نشه. البته ما شیعیان هم باید احتیاط بکنیم، خیلی نرم صحبت بکنیم با برادران اهل سنت. خیلی اتحاد اسلامی مهمه امروزه تو این وانفسا که دشمنان اسلام میخوان ما رو به جنگ هم بندازن. درست. انشالله تشکر میکنم. روز به روز گرمتر بشه واقعا. انشالله. تشکر میکنم. تشکر میکنم. زنده باشه. تمام مسلمین را اتحاد ایجاد کنه بینشون. اگر اختلاف عقاید دارن باعث نشه که خون هم دیگه بریزن، به هم ناسزا بگن، درگیر بشن. انشالله در کنار هم زندگی کنن، لحاظ انسانی، لحاظ عاطفی، لحاظ مطالبی که باید هر دو رعایت بکنن. انشالله. تشکر از شما. دعوانا الحمدلله رب العالمین. الحمدلله. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. من فقط این نکته رو اشاره بکنم که همین زیارت جامع کبیره که برادر عزیزمون ذکر کردن در آخرش میگه که یا بخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم. ای ائمه، برگشت مردم پیش شماست، حساب و کتاب مردم هم دست شماست، فصل الخطاب عندکم، سخن پایانی و اخیری هم شما میزنید. همین چون ما همیشه باید یک میزان در زندگیمون باشه. اگر به قرآن اعتقاد داریم به عنوان کلام الله، باید هر سخنی رو که میشنویم در میزان قرآن بسنجیم. و من از این برادر و همه شیعیان عزیز که این زیارت رو میخونن همیشه این خواهش رو دارم که این کلماتی که در این زیارت اومده اینو با قرآن بسنجن. اصل بر اینه که اول قرآن رو بخونید. بهترین ذکر قرآن کریم است. همین عبارت هایی که در زیارت جامع کبیر اومده با دعایه آخر سوره غاشیه در جزء 30 قرآن کریم در تضاد هست. دوستان عزیز لطف کنن تصویر مانیتور من رو بدم ببینید. الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم. برگشت مردم به سوی ماست، حساب و کتابشون هم دست ماست. زیارت جامع کبیر میگه که ایاب خلق الیکم، برگشت مردم به سوی شماست ای علی و آل علی صلوات الله و سلام علیهم، و حسابهم علیکم، حساب و کتابشون هم دست شماست، و فصل الخطاب عندکم، حرف آخرین هم شما میزنید. به همین دلیل من تقاضای من از بینندگان و از حقجویان اینه که موقعی که صحبت میکنن، موقعی که بحث میکنن، موقعی که مطلبی رو میخونن، میشنون، برن با قرآن بسنجن. هرچه مخالف قرآن بود بزنید به دیوار، ولو این که قول هر کی که میخواد باشه. ما اهل سنت بر این عقیده هستیم که آنچه که مخالف فرمایشات پیامبر بزرگوار اسلام و قرآن کریم باشه ما قبول نمی کنیم، ولو اینکه این حرف حتی اگر از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و از سران صحابه و مهاجرین و انصار رضی الله عنهم اجمعین باشه. چون معیار ما اشخاص نیستن، محوریت دین روی اشخاص نیست. معیار ما، اصل و اساس ما، میزان و ترازویی که در اون میسنجیم حق و باطل رو قرآن کریم است و روایات صحیحی که از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده.
ha 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 ha